بسم الله الرحمن الرحیم. ناگهان روزی به تقدیر خدا، کارساز صانع ارض و سما، می گذشت عیسی کنار دجله، دید در صحرا فتاده کله بود افتاده و از تن جدا، گشت و پوست و موی و گشته فنا، عقد دندان ها ز هم بگسیخته، مغز او با آب و گل آمیخته، مسکنی زنبور جای موریان، همچو برف اسپید گشته استخوان، کاسه چشمش پر از خاک سیاه، بر دو گوشش ماران کرده راه، کرد عیسی سوی آن کله نگاه، در تعجب ماند و گفت یا اله، آفریدی خلق را از نور پاک، پس ذلیل افکندی بر روی خاک. عیسی مریم بگفت ای ذوالجلال، قادری قیوم و حی بی زوال، یا اله حق بی چون نام تو، حق صنع و قدرت احکام تو، ای به حق ذات پاکت بی نیاز، برکشا بر من در احوال باز، تا بدانم من که این سرگشته کیست، اندر این عالم همی چون کرد زیست، حال عمر و زندگانی در چه داشت، حال او دانم که مرگش چون گذاشت، در لحد چون شد جوابی آن دو تن، تا بدانم من سخن را از تو من. جبرئیل آمد ز نزدیکی اله، گفت عیسی هرچه میخواهی بخواه، گفت میخواهم که این پوسیده سر، باز گوید حال خود را سر به سر. گفت جبرئیل ای رسول حق تعال، حق همی گوید بپرس از کله حال، در سخن آید بپرس از وی سخن، تا بگوید با تو احوالی کهن. پس ندا بر وی رسیدی آن زمان، هرچی میخواهی بپرسش این زمان. رفت عیسی سوی آن کله فراز، گفت ای کله به حق بی نیاز، بازگو احوال خود را مو به مو، خوب رو بودی تو آیازش رو، جنتی بودی و یا خود دوزخی، مدخلی بودی و یا مردی سخی، پادشه بودی و یا مردی گدا، محتشم بودی و یا خود بینوا، کار و کرداری تو در عالم چی بود، اهل حیران بوده یا اهل سود. گفت کله کیستی برگو مرا، آمدی در پیش من این نیک راه. گفت من پیغمبرم عیسی به نام، خلق عالم را ز حق دارم پیام، بهر من این دم به فرمان خدا، بازگو احوال خود سر تا به پا. گشت گویا کله بر فرمان حق، میزدی بر شرح حال خود نطق،
کل آمد پیش عیسی در سخن، گفت یا عیسی منم مردی کهن. وانگهی کل سخن آغاز کرد، سرگذشتی خویشتن را باز کرد. گفت کله بشنو از من این سخن، تا بگویم بر تو احوالی کهن. گوش کن این نکته تو از حال من، تا بگردی واقف احوال من. اندکی گویم ز شرح حال خود، باز گویم حال خود را آنچه بود. کله برگفتا که من سلطان بودم، در قطار جمله شاهان بودم. پادشاه بودم به ملکی مصر و شام، شرق و غربم رفته بود این یک نام. 7 کشور بود در ایوان من، مشتری میتافت در ایوان من. 100,000 بنده رومی بنام، 100,000 دیگری زنگی غلام. 100,000 ترک اطلس پوش بود، 100,000 خلق در گوش بود.